اصلا چیزی قبلا درست نبوده که بخواد تغییری بکنه. اصلا هیچ چیزی در بلوچستان وجود نداشته که بخوان در اون تغییری ایجاد کنن یا بهترش بکنن. شاید در استانهای دیگه مشکل، مثلا در ورزشگاه آزادی تهران شاید مشکل این که مثلا دستشوییاش توالتاش خراب باشه، شاید مشکل سردکن آب داشته باشن، اما در بلوچستان اصلا همچین چیزی وجود نداره که ما بخوایم به مشکلات کوچیکش فکر کنیم. در سیستان و بلوچستان شما در اطراف شهرهای بزرگش مثل زاهدان که مرکز استان هستش، شما بچهای ورزشکار رو با استعدادی رو میبینین که فقط در آرزوی یک زمین چمن هست، در آرزوی یک زمین خاکی هستن که فقط خط کشیش کرده باشن و دولت بهشون اجازه بده که اونجا فوتبال بازی کنن. در بلوچستان مشکل که نمیشه گفت، مشکل اصلا تعریف شده نیست واسه اونجا. در واقع فاجعه وجود داره، فاجعه کشتن استعدادایی که از تو همون سیستان و بلوچستان ما تاریخ ساز بوکس رو داشتیم. اون استان گنجایش خیلی زیادی داره در اکثر رشته ها، اما متاسفانه هیچ رسیدگی به اون ورزشکارا نمیشه و ورزشکارای ملیشون که خودشون رو با بدبختی به تیم ملی میرسونن و پیرن تیم ملی تنشون میکنن و فکر میکنن که همه چی تموم شده، بعد از 2-3 تا بازی ملی شاید هستیم که همشون سوخت کشی میکنن یا دارن مسافر کشی میکنن یا خیلی هاشون در کنار ورزش خیلی سخت درس میخونن و مدرک میگیرن، لیسانس میگیرن، فوق لیسانس میگیرن، اما همشون بیکارن. در هیچ ارگان ورزشی، در هیچ ارگانی اونا رو استخدام نمیکنن، مخصوصا اکثرشون به خاطر اینکه بلوچ هستن یا مذهب سنی دارن و یا اگرم بلوچ نباشن و مذهب سنی هم نداشته باشن کلا بچهای اون استان دیده نمیشن. در اون استان آرمین جان نمیشه که گفت مشکل، در واقع ما با یک فاجعه و یک استعداد کشی روبرو